خب آقا جان، من چند وقت پیش توی همین کانال یه ویدیو گذاشتم و راجع به رفع فیلتر یوتیوب حرف زدم و یه سری حالا از نظر خودم اونجا صحبت کردم. ولی توی اون ویدیو یه سری کامنتایی گرفتم که به نظرم یه کمی اشتباه بودن و به نظرم الان جالبه که راجع بهشون ویدیو درست کنم و بگم که کجاشون اشتباه بودن، چون که ممکنه خیلی همین طرز فکر رو داشته باشن. اگه ویدیو قبلی من که راجع به رفع فیلتر یوتیوب رو هنوز ندیدین، به نظر من بریم ببینین، چون که عملاً فایده ای نداره این ویدیو رو ببینین، چون هیچ چیزی ازش متوجه نمیشی از این ویدیو. خب بریم اولین کامنت. اشتباه میکنی به نفع مردم و ما وقتی که مردم رو میگیم منظور ما یوتیوبرها نیست که قربونت، ما داریم راجع به مردم عادی که از یوتیوب درآمد ندارن، یعنی اکثریت مردم رو میگیم. خب اولین اشتباه دقیقاً همینجاست. کسی که قراره برای مردم عادی ویدیو درست کنه خب یوتیوبره. یوتیوبر وقتی که ببینه درآمد نداره خب باید تصمیم بگیره که آیا میصرفه بدون درآمد ویدیوی خوب درست کنه یا اینکه نه باید بشینه شورت ویدیو درست کنه، که برای همینه که میگم فضا شبیه اینستاگرام میشه، چون که برای یوتیوبر نمیصرفه. به هر حالم اون یوتیوبره که داره ویدیو درست میکنه، نه اکثریت مردم عادی. پس منافع اکثریت حکم میکنه که ما به نفع اکثریت مردم کار کنیم. خب ببین، اگه قرار باشه یوتیوب رفع فیلتر بشه، محتوا همینجوری بمونه و پیشرفت کنه، آره منم موافقم. ولی آقا جان بحث اینه که به نظر من، حالا اونجوری که من دارم نگاه میکنم، به نظر من یوتیوب شبیه اینستاگرام میشه 100%. یوتیوب هم به محض اینکه ایران فیلتر رو برداره 100% کشور ایران رو اضافه میکنه به لیست تبلیغاتش. مگه میشه یه کشور با 90 میلیون نفر جمعیت رو یوتیوب ول کنه؟ آره میکنه، همونطور که روسیه رو ول کرد. خب همونطور که احتمالاً میدونین از زمان جنگ روسیه و اوکراین، خب روسیه هم دقیقاً مثل ایران تحریم اقتصادی شده و از اون موقع تا همین الان شما اگه با فیلتر شکن با وی پی ان روسیه میرفتی یوتیوب، هیچ تبلیغی به شما نشون داده نمیشه. چرا این اتفاق افتاد؟ خب خیلی ساده است. روسیه تحریمه و ایران هم دقیقاً تحریمه. همونطور که یوتیوب روسیه با این همه جمعیت رو ول کرد، ایران هم ول میکنه. مگه فرقی داره بین ایران و روسیه؟ مگه تحریم روسیه با تحریم ایران فرق داره؟ آقا جان، دو تا کشور تحریمن، کاری نمیشه کرد. پس شما باید بعد از 1-2 ماه شاهد تبلیغ‌های فارسی زبون‌ها در آی پی ایران رو داشته باشید. یکم بد نوشتی، ولی خب ما همین الان هم تبلیغ ایرانی توی یوتیوب داریم. توی خیلی از چنل‌های ایرانی ممکنه که شما تبلیغ ایرانی هم دیده باشی، ولی آقا جان بحث اینه که برای آی پی ایران اون تبلیغا نمایش داده نمیشه. چرا؟ چون که نمیتونن از این درآمد داشته باشن، چون مملکت ما تحریمه. دست من و تو هم نیست، مملکت ما تحریمه. این نظر من نیست، نظر کارشناسای فضای مجازی از جمله محمد جرجندی هم هست. خب ببین، جرجندی رو تا اونجایی که من میشناسم میدونم که حداقل در حدی هستش که بدون تحریم چیه و اونقدر رو هوا قرار نیستش که حرف بزنه. ولی آقا جان گیریم که جرجندی هم مثلا همچین حرفی رو زده باشه. جرجندی مگه امامه؟ مگه خداست که همه حرفاش درست باشه؟ نه آقا جان، جرجندی هم ممکنه اشتباه بکنه، هرچند که من مطمئنم جرجندی همچین حرفی رو نزده، ولی خب اگرم زده باشه اشتباه کرده. اطلاعاتت قدیمیه. مملکت ما از سال 2021 از نظر مجازی تحریم نیست و شرکت‌های خصوصی به تحریم‌های دیگه و سیاست‌های خارجه کاری ندارن. یعنی چی که از سال 2021 از نظر مجازی تحریم نیست؟ آقا جان بحث ما تحریم اقتصادیه. تحریم مجازی یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما یه سری از ویدیوها رو توی یوتیوب دیدین دیگه، مثلا میگن برای کشور شما قابل دسترسی نیستش. خب مثلا توی با آی پی ایران میتونی بری اون ویدیوها رو ببینی. یا مثلا یه سری از بازی‌ها و برنامه‌ها هستن توی گوگل پلی میگن که این برنامه برای کشور شما قابل دسترس نیست. خب وقتی که ما تحریم مجازی نداشته باشیم، خب میتونیم با همون آی پی ایران بریم اون بازی‌ها رو دانلود کنیم و نصب کنیم و این داستانا. نمیگه که توی کشور شما قابل دسترسی نیست. ولی خب بحث ما تحریم مجازی نیست، بحث ما تحریم اقتصادیه، چیزی که خیلی وقت دهن ملت ما رو گاییده. خب متوجهی؟ یعنی تنها مشکل یوتیوب با ایران شخصیه، سر اینکه فیلترش کرده و از یه بازار گنده منعش کرده، وگرنه از خودش هم هست. بحث این نیستش که یوتیوب از ما خوشش میاد یا خوشش نمیاد، بحث اینه که آقا جان نمیتونه. چرا؟ چون تحریمه. دقیقاً چون تحریمه نمیتونه با ایران مراوده مالی داشته باشه، پس نمیتونه از آی پی ایران هم درآمدی داشته باشه یوتیوب. وقتی که یوتیوب درآمدی نداشته باشه، خب مسلماً یوتیوبرها هم درآمدی ندارن، چون که درآمد یوتیوبرها از همون درآمد یوتیوب دیگه. یه درصدی از تبلیغایی که روی ویدیو نمایش داده میشه میرسه به یوتیوب، یه درصدش هم میرسه به یوتیوبرها. وقتی که یوتیوب خودش هیچ درآمدی نداشته باشه، هیچ یوتیوبری هم درآمد نداره. الان ملت 2 برابر ملت پول اینترنت میدن، همون پول رو به خودتون بدین بیشتر میصرفه، پس رفع فیلتر بیشتر به نفع همه است. ببین آقا داستان اشتباه فهمیدی. من توی ویدیو راجع به این حرف نزدم که دلم برای پول خودم میسوزه. آره دلم برای پول خودم میسوزه و من درآمد اصلیم از یوتیوب. مسلماً یوتیوب رفع فیلتر بشه تا یه مدت درآمدی ندارم. ولی آقا جان هر جا که جمعیت زیاد باشه، دقیقاً مثل اینستاگرام، میشه از اونجا هم درآمدزایی کرد. توی اینستاگرام که نمیشه مستقیم از پست گذاشتن پول در برد.
میری خود از مردم تبلیغ میگیری دیگه. این اتفاق میتونه برای یوتیوب هم بیفته. وقتی که جمعیت زیاد باشه خب مسلما یوتیوبرها هم به صورت غیر مستقیم درآمد خواهند داشت. ولی بحث اینه که محتوا قراره کس شعر بشه. مثلا ناکن ما مثلا یه چنل داریم به اسم دبنیامین که ویوهاشو ناکنه، خب ویوهای واقعا بالاییه. حالا سبک ویدیوش چجوریه؟ مثل مستر بیس ویدیوهای چالشی میذاره. خب حالا مثلا دبنیامین نوعی وقتی که ببینه از این ویوش درآمدی نداره، خب چرا باید هزینه کنه که همچین ویدیویی بسازه؟ خب مثلا میگه کس خارش، مثلا این ویدیو رو نمیسازم، میرم شورت ویدیو میسازم. حالا دبنیامین صرفا یه مثال بود، منظورم این نیستش که این شخص همچین کاریو میکنه. من به عنوان یه کسی که ویوهاش بالاه و برای ویدیوهاش خرج میکنه دبنیامین رو مثال زدم، وگرنه ممکنه که هر کس دیگه‌ای باشه. صرفا مثال زدم. یعنی میخوای بگی با رفع فیلتر شدن یوتیوب توی یه کشور کسچر مثل ایران قرار ماهیت کلیش عوض بشه، یا فقط داری یه چی میگی؟ ماهیت یوتیوب قرار نیست عوض بشه، ماهیت محتوایی که یوتیوبرای ایرانی قراره بسازن عوض بشه. وگرنه خب خارجی‌ها دارن ویدیوشونو میسازن، چه ربطی به ما داره؟ الان توی ترکیه مثلا فیلتر نیست، یا مثلا توی افغانستان فیلتر نیست، چرا اونجا مثل اینستا نمیشه؟ و توی ترکیه که تحریم نیست، یوتیوبرها درآمد دارن از یوتیوب. این مملکت ما تحریمه، نمیتونیم از ویورای ایرانی درآمد داشته باشیم. بعدش میگی چرا افغانستان مثل اینستا نشده؟ خب محتوای یوتیوبرهای افغانستانی اولا که واقعا کس شعره، دوم افغانستان هم تحریم نیست. مرد مومن چجوری این دوتا رو مقایسه کردی؟ اینم اضافه کنم اگه یوتیوب رفع فیلتر بشه ممکنه یوتیوب ایران رو از تحریم در بیاره، دقیقاً مثل گوگل پلی. تحریم یوتیوب و تحریم گوگل پلی خیلی فرق داره. هرچند که شما هنوزم نمیتونی با ریال ایران بری از توی گوگل پلی برنامه پولی بخری. خلاصه اینم از کامنتایی که به نظرم جالب بود و اینا صرفا نظر شخصی خودم، ممکنه اشتباه هم بکنم ولی خب صرفا دارم نظرمو میگم دیگه. آنچنان سندیت خاصی نداشته باشین روی حرف من، صرفا حوصله‌ام سر رفته دارم یه ویدیو رکورد میکنم. به هر حال همین.